سلام و درود، من امیر هستم از کانال جیم شو و امروز بهترین حرکات برای عضلات زیبای سرشونه رو در این ویدیو داریم. اگر جدید هستید باید بگم که ما یک پلیلیست داریم از بهترین حرکات برای هر عضله که شما فکرشو بکنید، برای عضله سینه، بازو، پشت بازو و همینطور شکم و پهلو، و یک پلیلیست از برنامه تمرینی رایگان به سبک استاد مایک منزر که 2 برنامه تمرینی 3 روزه و 4 روزه داخلش قرار دادیم که داخل کانال هست. بعد این ویدیو حتما یه سر به اون 2 پلیلیست بزنید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. بدون هیچ حرف اضافه‌ای بریم سراغ ویدیو. برای اینکه بهتر بتونیم بهترین حرکات رو جدا بکنیم، یک آناتومی کلی و کوتاه از عضلات سرشونه رو بگم و بریم سراغ اصل مطلب تا بیشتر با عضله سرشونتون آشنا بشید. عضله سرشونه از 3 بخش دلتوید قدامی یا همون بخش جلویی سرشونه که نزدیک به عضله بالا سینه هم هست تشکیل شده و دلتوید میانی یا بخش کناری سرشونه که به گرد دیده شدن سرشونه هاتون از نمای رو به رو کمک میکنه. کسایی که میخوان سرشونه های گرد و پهنی داشته باشن از نمای رو به رو، تمرکز کردن روی دلتوید میانی براشون خیلی مهمه. و یک بخش دلتوید خلفی یا بخش پشتی سرشونه هم داریم که نزدیک به عضلات کور هستش. دلتوید خلفی تو فیگورهای پشت مثل لت از پشت و جفت بازو از پشت خیلی زیبا دیده میشه، همونطور که دلتوید قدامی توی فیگورهای روبرو مهمه و زیبا دیده میشه. و ما برای هر کدومشون 2 حرکت میگیم که بذارید اول از دلتوید قدامی شروع بکنیم که اکثرا تمرین رو هم از همین بخش شروع میکنن. اولین حرکت نشت از روبروه، اما نه با هالتر و نه با دمبل، چون فشار یکسانی رو در کل دامنه ندارن، بلکه با سیمکش، اونم به این صورت که تا روبروی صورت بالا میارید و یک مکث 1 ثانیه میکنید و طی 2 تا 3 ثانیه برمیگردونید پایین. از اونجایی که این حرکت به اصطلاح یک حرکت تک مفصلی حساب میشه و فقط مفصل سرشونه یا روتیتور کاف ها توش درگیر هستن، حرکت فوق‌العاده‌ای حساب میشه که بخواید داخل سیستم پیشخستگی ازش استفاده بکنید و برید و یک سوپرست فوق‌العاده خفن با یک حرکت چند مفصلی داشته باشید که اتفاقا حرکت بعدی ما هم یک حرکت چند مفصلیه که میتونید اول نشل از روبرو سیمکشو بزنید و بعدش برید سراغ پرس سرشونه هالتر نشسته، ترجیحاً از جلو نه از پشت که ریسک آسیب بالایی داره. میتونید با دمبل هم بزنید و حتی پرس سرشونه دستگاه هم میتونید جایگزینش بکنید برای تنوع حرکتی، ولی در کل سوپرست فوق‌العاده خفنی واسه دلتوید قدامیتون حساب میشه. حتما استفاده بکنید ازش. برای دلتوید میانی یک حرکت میگم اما با 2 نوع اجرا. نشل از جانب، میتونید نشسته بزنید، ایستاده هم بزنید. با دمبل هم فشار خوبی میاره، با سیمکش هم فشار واقعا خوبی میاره. فقط خواهشاً دستتون رو از 90 درجه بالاتر نبرید، تا 90 درجه کاملا کافیه. اصلا احتیاجی نیست تا بالای سرتون دستتون رو ببرید. و السلام. هر از گاهی برای تنوع حرکتی یا نشسته با دمبل بزنید یا ایستاده با دمبل و یا دستتون رو از یه جا بگیرید و به صورت نشل جانب تک بزنید و همین کار رو دوباره میتونید با سیمکش هم انجام بدید تا یه تنوع حرکتی تو برنامه تمرینیتون ایجاد بشه. برای دلتوید خلفی تنوع حرکتی خیلی خوبی وجود داره که فشار خوبی رو هم میارن. اولیش فلای بکه که با دستگاه زده میشه، همه تونم زدید. دومیش هم فیس پوله که با تناب زده میشه که در پایان فاز مثبتش خیلی فوق‌العاده میشه که یک مکث 1 ثانیه داشته باشید. عضله دلتوید خلفیتون رو کامل منقبض بکنید و بعدش فاز منفی حرکت رو شروع بکنید. حرکت سوم احتمالاً کمتر باش آشنا باشید، اونم فلای بک سیمکش است که شما یه گیره از دستگاه کراس رو میگیری میبری بالا و با زاویه 45 درجه دست نسبت به بدن حرکت رو انجام میدی و در پایان فاز مثبت حرکت هم دقیقاً مثل حرکت قبلی یه مکس میکنی، نفس رو میدی بیرون، عضله رو منقبض میکنی و بعدش فاز منفی حرکت رو انجام میدی. با اختلاف حرکاتی که در این ویدیو گفته شد، بهترین حرکات برای عضلات سرشونه شما هستش.
چه دلتوید قدامیتون، چه دلتوید میانی و چه دلتوید خلفیتون. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه 1% این ویدیو براتون مفید بود ممنونتون میشم که با 1 لایک از ما حمایت بکنید و برای از دست ندادن الباقی ویدیوهای خبری و آموزشی کانال حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید و ممنون از نگاه زیباتون که تا اینجا ویدیو با من همراه بود. تا ویدیو بعدی بدرود.